سلام علیکم. روزای خدا بسیار. یک کارگر داریم همجا. میگه که اگر که تو حاضر امرا بخری 60 روز قرضدار میشه. میگم یک تا دارو بخورم خرمالی با قرضدار میشم، یک روز میگیرم. روزای خدا بسیار. یک کارگر داریم همجا. میگم گنده بزرگ درد داره که این خواهر عزیزمون یک سوال دارد. میگه که من بیمارم و دردم خیلی زیاد است. من میخواهم که یک دارو بخورم. یکی از کارگران ما میگه اگر این دارو را شما بخورید شما قرض طاقه نمیگیرید، یعنی بعد رمضان یک روز قضایی نمیگیرید، شما 2 ماه پی در پی میگیرید. این کارگر اینها چون که دیدگاه دین را نمیداند برای این خطا فهماندن. مسئله را درستش این است که به این خواهر اسلامی ما باید میگفت که شما وقتی که بیمار هستید در اسلام در قرآن آمدگی هست که اگر انسانی که در رمضان بیمار است اون میتواند که دوایی بخوره، میتواند که روزه اش را بخوره، خودش را علاج کنه. دین اسلام بسیار دین آسان و سبک، همیشه انسان را حفاظت میکند، حیات انسان را حفاظت میکند، انسان از بیماری ها نگاه میدارد. برای میگه شما وقتی بیمار هستید بخورید، در روزهای بعدی بعد قضا بگیرید. اون 2 ماهی که در اون پی باید بگیری، اون برادر این خواهرمون رو گفته است، اون برای انسان سالم است. یک انسان سالم در روز رمضان قصدن میخورد، طعام میخورد یا دارو میخورد، 100% از سالم است. یا یگان چی مینوشد یا با همسرش هم بستر میشود در روز رمضان قصدن، همون کفارت در ذمه اینو واجب میشود. این 61 روز روزه میگیرد، 1 روزش قضا میگیرد، 2 ماهش را پی در پی میگیرد. یعنی حق ندارد که 20 روز بگیرد بخورد بگیرد، نه، پی در پی میگیرد. اون برای انسانی صحیح و سالمی است که در روز رمضان قصدن یا میخورد یا مینوشد یا هم بستر میشود با همسرش. و اگر کسی صحیح و سالم هم هست در روز رمضان فراموشانه خورد، عبید کرد، بود کرد، بعد بایدش زد، یا فراموشانه 1 کاسه آب را نوشید بعداً بایدش زد، یا فراموشانه از دیدگاهی فقه مذهب امام اعظم با همسرش هم بستر شد، فراموش کردن هر دوشون، اون طعام، این شراب، این آبی که نوشیدن و این همبستری که کردن، اینا برای این مرد حلال است و این پیش خدا مهمان شدگی هست و این روزش باقی است. این در حالت فراموشی است، این مهمان رحمان شدگی است، روزش هم جا به جا است، سرش رو میشوید، روزش رو دوام میده.